بخش سوم از داستان عاشقانه زال و رودابه. در بخش قبلی تا اینجا پیش رفتیم که کنیزها فهمیدن چه اشتباهی کردن، جایگاه خودشون رو متوجه شدن. رودابه هم پشت کرد بهشون و شروع کرد سرشون داد و فریاد کردن و اونا هم شروع کردن به عذرخواهی. همچنان توی صحبت کنیزها هستیم که گفتن آقا مثل ما 100,000 تاش فدای تو باشه، خرد مثل یک ردا محافظ تو باشه، هر چی شما بگی همونه، ما بندتیم، پرستندتیم و هر کاری نیاز باشه انجام میدیم. اگر جادویی باید آموختن، به بند و فسون چشمها دوختن، بپریم با مرغ و آهو شویم، بپوییم و در چاره جادو شویم، مگر شاه را نزد ماه آوریم، به نزدیک او پایگاه آوریم. کنیزا گفتن که ما 5 تاییم، هر کاری نیاز باشه انجام میدیم. اگر قرار باشه جادویی یاد بگیریم، جادو جنبل یاد بگیریم، چشم بند و افسون و سحر و هر چیزی که زیر مجموعه همه این داستان ها هست رو نیاز باشه یاد بگیریم، یاد میگیریم. اگر قرار باشه با مرغ بپریم، میپریم. اگر قرار باشه مثل آهو تیزرو بشیم، میشیم. هر کاری نیاز باشه رودابه جان انجام میدیم، مگر شاه که منظور زال هست. شاه رو به نزد ماه که منظور رودابه هست بیاریم، یعنی میریم هر کاری لازم باشه انجام میدیم. زال رو میاریم به شبستان تو. لب سرخ رودابه پرخنده کرد، رخان معصفر سوی بنده کرد، که این گفته را گر شوی کاربند، درخت برومند کاری بلند، که هر روز یاقوت بار آورد، برش تازنان در کنار آورد. چهره زردی که یک لب سرخ درونش نمایان هست پر از خنده میشه و تازه اینجا روشو برمیگردونه به سمت کنیزها و میگه اگر این کاری که دارید میگید، این چیزی که گفتید رو عملی کنید، مثل این میمونه که یک درخت بارآور بلند تنومندی کاشته باشید که هر روز میوه میده، که هر روز یاقوت بار آورد، یعنی هر روز شکوفه سرخ دادن. منظور از در واقع کنایه از یک عشق پرشور و پرهیجان پدید آوردنه. پرستنده برخاست از پیش اوی، سوی چاره بیچاره بنهاد روی، به دیبای رومی بیاراستند، سر زلف بر گل بپیراستند، برفتند هر 5 تا رودبار، ز هر بوی و رنگی چو خرم بهار. پرستنده برخاست، کنیزا پا میشن دیگه، از جاشون بلند میشن، میرن به سمت چاره‌ای که اندیشیدن عملیش کنن. دیبای رومی لباس ابریشمی میپوشن، موهاشون رو با گل آرایش و آراسته میکنن و میرن به سمت رودبار. اینجا رود هیرمند هست که زال و یارانش اتراق کردن. به سمت اون رود میرن و خودشون هم که 5 تاشون با هم که حرکت میکنن شبیه یک باغ بهاری که پر از گلهای زیبا و آراسته هست شده بودن. مه فرودین و سر سال بود، لب رود لشکرگه زال بود، همی گل چدند از لب رودبار، رخان چون گلستان و گل در کنار. ماه فروردین بوده، بهار بوده، فصل گل و بلبل بوده دیگه. در واقع اینا هم به لب رود میرن، جایی که خیمه زال و یارانش هست، و شروع میکنن از لب رود گل چیدن. حالا خودشون شبیه گل هستن، زیبا و آراسته و رنگی رنگی، و در بغلشون هم پر از گله، گل چیدن و توی بغلشون هم پر از گله. نگه کرد دستان ز تخت بلند، بپرسید کین گل پرستان کند. چنین گفت گوینده با پهلوان، که از کاخ مهراب روشن روان، پرستندگان را سوی گلستان، فرستد همی ماه کاولستان. انگار که از کاخ مهراب بیشتر از خودش خبر داشتن، چون زال از تختی که براش درست کردن که بشینه بلند میشه، میگه این گل پرستان، یعنی کسایی که دارن گل میچینن کی هستن که تا اینجا اومدن لب رود دارن گل میچینن. یکی از همراهاش هم بهش میگه که اینا از کاخ مهراب روشن روان، مهراب هوشیار و باهوش اومدن، کنیزهای رودابه هستن و از در واقع رودابه اینا رو فرستاده. پرستندگان را سوی گلستان، فرستد همی ماه کاولستان. ماه کاولستان کیه؟ رودابه است دیگه، یعنی خبرم دارن که رودابه فرستادتشون اینجا که گل بچینن. به نزد پری چهرگان رفت زال، کمان خواست از ترک و بفراخت دیال.
پیاده همی شد ز بهر شکار، خشنشار دید اندر آن رودبار. زال هم که دل تو دلش نیست، زال هم مثل رودابه نشسته داره فکر میکنه که من حالا این دختر مهراب رو چجوری میتونم ببینمش. وقتی این کنیزا رو میبینه خوشحال میشه، به سمتی که اونا بودن حرکت میکنه، پیششون نمیره ها، به سمتی که اونا بودن حرکت میکنه و کمان خواست از ترک و بفراختیال. اینجا ترک تو این بیت ترک غلام زال هست، همون ترک های تورانی، ولی اینجا غلام زال هست که از غلامش چی میخواد؟ کمان میخواد. و بفراختیال یعنی گردن بلند کردن، کنایه از خودنمایی کردن داره، میخواد خودشو به اینا نشون بده. پیاده همی شد ز بهر شکار، از اسبش پیاده میشه و برای شکار آماده میشه. خشنشار دیدن در آن رودبار. خشنشار یک مرغابی سیاه رنگیه که در میان سرش یک خال سفید داره. وقتی که پیاده میشه و میخواد شکار کنه، همون موقع خدا براش از راه میرسونه. یک مرغابی روی رود هیرمند بوده. کمان ترک گلرخ به زه برنهاد، به دست جهان پهلوان در نهاد. نگه کرد تا مرغ برخاست زاب، یکی تیر بنداخت اندر شتاب. ز پروازش آورد گردان فرود، چکان خون و وشی شده آب رود. غلام زال کمان رو آماده میکنه و به دست جهان پهلوان میده و جهان پهلوان زال زر هم نگاه میکنه. موقعی که اون خشنشار از رو آب میخواد بلند بشه، زال تیر رو پرتاب میکنه به سمتش و بهش برخورد میکنه و چون از روی آب بلند شده میگه ز پروازش آورد گردان فرود. این گردان فرود چون یکم اوج گرفته بوده، حالت دورانی، حالت دایره وار تاب میخوره و میفته رو آب. چکان خون و وشی شده آب رود. اینجا منظوره که ازش خون میچکید و وشی یعنی سرخ رنگ، رنگ کل رود هیرمندم سرخ رنگ شده بوده، به خون این مرغابی آغشته شده بوده، یکم اغراق داره دیگه. به ترک آنگهی گفت از آن سو گذر، بیاور تو آن مرغ افگنده پر. به کشتی گذر کرد ترک سترگ، خرامید نزد پرستنده ترک. رو میکنه زال به غلامش، میگه حالا از این ور رود برو اون ور رود به پیش کنیزا و این مرغی که افکنده پر شده داره پر میزنه بیارش، برش دار بیارش پیش خودمون. ترک سترگم یعنی نیرومند، تنومند. از این ور رود میره اون ور رود و میگه به کشتی گذر کرد ترک سترگ، خرامید نزد پرستنده ترک. اینجا ترک اول غلام زال هست که سترگ براش به کار برده شده، یعنی نیرومند و تنومند، بزرگ. و ترک دوم پرستنده ترک یعنی کنیزهای رودابه، میره به سمت اونا و این مرغابی رو بیاره. پرستنده با ریدک پهلوان، سخن گفت و بگشاد شیرین زبان. که این شیر بازو گو پیلتن، چه مرد است و شاه کدام انجمن. کنیزها شروع میکنن با غلام زال صحبت کردن و با شیرین زبونی و ناز و اشوه که بتونن یه کاری رو بکنن، بتونن یه حرکتی بزنن، بتونن یه ارتباطی برقرار کنن. با شیرین زبونی میپرسن که این شخص تنومند پیلتن شیربازو، که این شیربازو گو پیلتن چه مرد است و شاه کدام انجمن. ایشونی که ما دیدیم که انقدر تنومند و شجاع بود، پادشاه کدام سرزمینه. که بگشاد زینگونه تیر از کمان، چه سنجد به پیش اندرش بدگمان. ندیدیم زیبنده تر زین سوار، به تیر و کمان بر چنین کامگار. میپرسن که ایشون شاه کدام انجمنه که این شکلی تیر رو از کمان جدا کرد و دشمن در برابرش چطوری میتونه عرض اندام کنه. اصلا ما زیباتر از این سوارکار ندیدیم که این شکلی تسلط بر تیر و کمان داشته باشه. به تیر و کمان بر چنین کامگار تسلط داشتن. پری روی دندان به لب برنهاد، مکن گفت از این گونه از شاه یاد. شه نیمروز است فرزند سام، که دستانش خوانند شاهان به نام. پری روی خب همون غلام زال هست که میگه
دندونش رو روی لبش فشار داد. دندون روی لب فشار دادن و هنوز هم انجام میدیم. وقتی قراره یکی یه حرفی رو نزنه و میخوایم بهش اشاره کنیم یا یه کاری رو نکنه، دندونمون رو روی لبمون فشار میدیم. غلام زال این کار رو انجام میده که یعنی وای دارید یه چیزی رو میگید که نباید بگید. کی به شما اجازه داده در مورد شاه نیمروز یعنی شاه سیستان صحبت کنید؟ منظورش از این دندون بر لب فشار دادن اینه. شه نیمروز است فرزند سام که دستانش خوانند شاهان به نام. ایشون شاه سیستان، فرزند سام نیرم بزرگ که خود شاه‌ها بهش دستان میگن. دستان هم نامی بوده که سیمرغ برای زال انتخاب میکنه. نگردد فلک بر چنو یک سوار، زمانه نبیند چنو نامدار. نگردد فلک بر چنو یک سوار، زمانه نبیند چنو نامدار. اصلا دنیا رو بگردین، زمین و زمان رو بگردین، سوارکاری مثل اون پیدا نمی کنید، پهلوانی مثل اون پیدا نمی کنید. نیست. گشتیم نبود نگردید نیست. اینجا غلام زال که داره از زال تعریف میکنه شستش خبردار شده که چه خبره، داره به زیباترین شکل ممکن تاقچه بالا میذاره. در بخش بعدی بهتون میگم که از اینجا به بعد حالا کنیزهای رودابه قراره کلی تعریف و تمجید از رودابه بکنن، ما رو اغراق بارون بکنن و بسیار زیبا و قشنگه. به پایان بخش سوم رسیدیم. امیدوارم که لذت برده باشید. اگر پیشنهاداتتون رو برای بهبود کانال و بهتر شدن روایت داستان‌ها به آیدی که تگ کردم بفرستید و نظراتتون رو کلاً برام بفرستید، خیلی بهم کمک میکنه، انگیزه بهم میده. تمام تلاشمو میکنم که بخش‌های زیادی از شاهنامه رو این شکلی در حد توانم، در حد چیزی که بلدم بخونم و برای شما عزیزان در این کانال به اشتراک بذارم. از اینکه این پادکست ها رو برای دوستان و آشنایانتون میفرستید بسیار سپاسگزارتون هستم. دوستتون دارم. تا پادکست بعدی، خدا نگهدار.